محمد جان بله خوب هستی؟ الحمدلله. ماشاءالله. همین کلمه توحید برای ما معنا کده میتونی؟ بله بسیار منظم برای ما بیان بکو، برای دوستا بیان بکو، طرف دوستا برای دوستا بیان کن. خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معنی کلمه توحید: لا اله الا الله محمد رسول الله. هیچ معبودی که ذاتش عبادت شود و قانونش عملی شود و جز الله وجود نداره و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر و فرستاده الله می باشد. ماشاءالله بگو. ماشاءالله ماشاءالله خیلی عالی. این را میگن تشویق، این را میگن ماشاءالله. خب محمد جان یک چند سوال از پیشت میپرسم، جواب داده میتونی انشالله؟ بله. آفرین ماشاءالله. خب دین ما چی است؟ اسلام. آفرین ماشاءالله. اسلام به معنی چی؟ به معنی تسلیم شدن به الله متعال. ماشاءالله. خب قانون ما چی است؟ قانون ما قرآن کی؟ قرآن. قرآن کریم. آفرین خیلی زیبا. خب حال ما رو برای ما اگر بتونی بگوی که اسلام چند رکن داره میتونی بگوی؟ اسلام 5 رکن. آفرین 5 رکن. 5 رکن اسلام برای ما بیان بکن. اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج. آفرین. حالا ما که نماز میگیم، نماز چی رو میگن؟ نماز یعنی با الله متعال حرف میزنه. سبحان الله. ماشاءالله. خب ایمان هم میتونی که ارکانش بگی؟ ایمان چی؟ ایمان ارکانش چی؟ 7 رکن داره. اول ایمان به الله، دوم ایمان به ملائکه، سوم ایمان به کتاب‌های آسمانی، چهارم ایمان به پیغمبران، پنجم ایمان به روز آخرت، ششم ایمان به قضا و قدر، هفتم ایمان بر زنده شدن بعد از مرگ. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این افتخار برای ما، این افتخار میگن دوست عزیز، صحیح است؟ افتخار چی است؟ اینی است که ما در رابطه با دین خود معلومات داشته باشیم تا که منحرف نشیم. آفرین محمد جان.